قبول کاش که در تمام ساختارهای حاکمیت دولتی و مقامات حاکمیت اجرایی دیگر ساختارها الان مثل که همین روز قرصک بسیار اکثریت در اینجا جوانمرد داشتن الان میخواد دستگیری میکردین از سیاست رهبری دولت و حکومت نسبت به تربیه و جابجا کردن بانوان، زنها، دختران. همین دم ظاهر پرستی میکنن. پیش از پیام دیروز تلویزیون سفینه نشان میدهد امانت بانک همون شعبه را نشان میدهد 6-7 نفر لباس ها مخصوص تشکیل کردگی امانت بانک جناب بیاری مقصد سرزنش نکنیم که ما همین سپارش اجرا کرده انا بینیده من اگر اون طرف که در اپاراتش همگی 10% بانوا کار نمیکند. حالا که در این سیستم های بانکی مالیه خرج سیستم های کمونیکاسیون الکترونی علاقه این چیزها بیشتر باید دختران و بانوان بیشتر کار آنها است. مردها اگر کار نیابند ما کار یافته میتیم. من بنیاد نیروهای برقی آبی راغون معاشی بلند تا 5,000-10,000 معاش میگیره 15 روز بعد. این هزینه این کارا کردن مانده کن. بعضا کارهایی که میشود در این ساحه مادران بسیار وای هستند، هم حبیب هستند، هم بسیار تازه کار هستند، پاک وجدان هستند. این حادثه های ناخوش رو نمیدهد. همزمان با این از مادران و بانوان کشور دعوت به عمل میاریم که در رعایت قانون‌های ملی امان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند باز هم فعال باشند. فرزندان را به زندگی مستقلانه آماده کرده آنها را برای درست زندگی هدایت نمایند. صرفه سرشتکاری را که یکی از خصلت‌های بهترین ملت قدیمه ماست رعایت کنند. در احیای هنرهای مردمی همیشه پیش‌صف باشند. رسم و آیین، عنعنه و سنت‌ها و فرهنگ ملی ما را حفظ نمایند. بانوان و مادران ما باید مهمتر از همه برای پاک و به آلایش نگاه داشتن زبان تاجیکی که ما آن را معمولا زبان مادری مینامیم کوشش کرده به نسل‌های آینده آداب معاشرت و سخنوری را با این زبان شیرین و شاعرانه آموزانند. بار دیگر به پدر و مادران عزیز مراجعت کرده از آنها خواهش می نمایم که به تعلیم و تربیه فرزندان اهمیت اولین درجه دهند. مخصوصا در این زمان پرتضاد و پرحوادث، در این زمان جهانی شوی ما شما شاهد است. جوانان مایه افتخار و سربلندی تاجیکستان عزیز می باشند. ما به جوانان اعتمادی کامل داریم. دستگیری صمیمانه آنها را از سیاستی پیش گرفته دولت و حکومت قدردانی می کنیم و نقشی ارزشمندشان را در همه جنبه های حیات کشور احساس می نماییم. من به جوانان کشور برای دستگیریشان از سیاست دولت و حکومت و خدمت صادقانه‌شان منتداری صمیمی بیان می کنم.